تصویر کشیده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که رحمتش بیکران است و به همه میرسد. عما یتساءلون. درباره چه چیزی از یکدیگر میپرسند؟ عن النبأ العظیم. از خبری بزرگ الذی هم فیه مختلفون. خبری که در آن اختلاف دارند. کلا سیعلمون. چنین نیست، به زودی خواهند دانست. ثم کلا سیعلمون. باز هم چنین نیست، به زودی خواهند دانست. الم نجعل الارض مهادا. آیا زمین را بستر آسایش قرار نداده ایم؟ والجبال اوتادا. و کوه‌ها را چون میخایی نگردانده ایم؟ وخلقناكم ازواجا. و شما را جفت جفت آفریده ایم. وجعلنا نومكم سباتا. و خواب را مایه آرامشتان گردانده ایم. وجعلنا الليل لباسا. و شب را پوششی قرار داده ایم. وجعلنا النهار معاشا. و روز را وسیله‌ای برای زندگی و معاش قرار دادیم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. و بر فرازتان 7 آسمان استوار برافراشتیم. وجعلنا سراجا وهاجا. و خورشید را چراغی درخشان و گرماده آفریدیم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. پس ابرهای بارانزا آبی فراوان فرود آوردیم. لنخرج به حبا ونباتا. تا به وسیله آن دانه و گیاه برویانیم. وجنات الفافا. و باغ‌های در هم پیچیده و انبوه را. این یوم الفصل کان میقاتا. روز قیامت وعدگاهمان است. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. روزی که در صور دمیده می شود و شما فوج فوج به محشر می آیید. وفتحت السماء فكانت ابوابا. و آسمان شکافته شود و به صورت درهای متعددی درآید. وسيرت الجبال فكانت سرابا. کوه‌ها به حرکت درآیند و چون سرابی گردند. این جهنم كانت مرصادا. و مسلماً جهنم کمینگاهی است للطاغین مآبا. برای بازگشت طغیانگران. لابثین فیها احقابا. مدتهای طولانی در آن میمانند. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. و در آنجا نه چیز خنکی میچشند و نه شرابی گوارا. الا حمیما وغساقا. جز آبی جوشان و مایه‌ای از چرک و خون. جزاء وفاقا. و این مجازاتی است مناسب. انهم كانوا لا يرجون حسابا. چرا که آنان هیچ امیدی به حساب و کتاب نداشتند.
وكذبوا بآياتنا كذابا و آیات ما را به کلی تکذیب کردند. وكل شيء أحصيناه كتابا و ما همه چیز را شمارش و ثبت کردیم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا اینک بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم. إن للمتقين مفازا و مسلماً برای پرهیزکاران نجات و پیروزی بزرگ است. حدائق وأعنابا و باغ‌های سرسبز بنبای انگورها وكواعب أترابا و دختران جوان و همسال وكأسا دهاقا و جام‌های سرشار. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا در آنجا نه سخنی بیهوده می شنوند و نه دروغی. جزاء من ربك عطاء حسابا و پاداشی است از سوی پروردگارت و بخششی حساب شده. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا همان پروردگار آسمان و زمین و آنچه در میان آن دوست، پروردگار رحمان که هیچ کسی حق ندارد بدون اجازه او سخنی گوید. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا روزی که جبرائیل و فرشتگان به صفی ایستند و سخنی نگویند مگر کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و سخن حق گوید. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا آن روز حق است، پس هر که خواهد راه بازگشتی به سوی پروردگار خود بگیرد. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ما شما را از عذابی نزدیک هشدار می دهیم. روزی که انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده می بیند و کافر می گوید ای کاش خاک بودم به گرفتار این عذاب نمی شد. سوره نبأ یکی از سوره هایی است که در عهد مکی نازل شد و 40 آیه دارد و این سوره حکایت از پایان زندگی دنیا و برپا شدن روز رستاخیز و بررسی پرونده اعمال بندگان را دارد. این سوره عواقب امر پرهیزکاران و تبهکاران و سرمنزل هر کدام از این دو گروه را به تصویر کشیده است.